میکرد خود فکر میکردم باز همین فکر یک دفعه در ذهنم آمد که ما جوانای افغانستان همین کسایی که معمولا از دهه 70 به بعد هستیم، مخصوصا همین دهه 70 و اولای 80 و حتی 80، به این نتیجه رسیدیم که ما دیگه برای ما نه آینده مهم است نه گذشته مهم است. حتی درس خواندن و رسیدن به جای خوب و این که مثلا قبلا هم میگفت من میخوام درس بخونم یک چیزی شوم، یک دکتری انجینری چیزی، این چیزا کلا به معنا و به مفهوم شده دیگه. همه یک رقم ناامید، به انگیزه، اوج آرزو، اوج تمنا و خواهش یک جوان همی است که خب بالاخره یک دفعه خارج برم، در اونجا کار کنم، پیسه پیدا کنم، دیگه به خانواده خود رایی بکنم، دیگه بعدا ازدواج بکنم، در اونجا باشم، حداقل می اولادایم یا بچه‌هایی که به دنیا میایه همین یک آسودگی و رفاه باشن دیگه. کل جوانای افغانستان فعلا خودشان از یادشان رفته دیگه، هیچ کس به فکر خود نیست دیگه تقریبا دیگه. همه میگن که از ما خلاص شد تقریبا، حتی نوجوانان به می فکر هستن، میگن که آینده‌ای به خود نمیبینن. خلاصه نمیفهم چرا این رقم شده. حتی کسایی که درس خواندن، حتی کسایی که به خیلی زحمت کشیدن سالها به امید یک آینده بهتر، به امید یک کشوری بهتر زحمت کشیدن، درس خواندن، لیسانس گرفتن، ماستری گرفتن، حتی خیلی دکترا گرفتن، در وطن هم برشون جا نیست، مهاجرت هم به اونا بها داده نمیشه. بالاخره جوانای که نسل ما بودیم واقعا نمی رقم است دیگه، تقدیم به همه جوانا، همه هم نسلای ما.